بچه ها بریم در واقع تبدیل پیشوندها به هم رو از روش 10⁻0 تمرین کنیم. 3 تا سوال بسیار جوندار از آزمون قلمچی دیگه بچه ها تهش اصطلاحاً دیگه ته، یعنی هر کدوم از اینا، هر کدوم از گزینا خودش میتونه سوال کنکور باشه که اگه سوال کنکور هم باشه سوال سختی حساب میشه. بریم بچه ها. پس گفتیم بچه ها نگاه کنید الان میگه کدوم گزینه نادرست است. اگه تو کنکور اومد شانسی چک کنید گزینه رو، نه در گزینه یک الزاما شروع کن، واقعا شانسی، و بعد ببینید کدومش نادرسته. حالا بچه ها روش کنکورش اینه که شما این پیشوند سانتی رو وردارید، چون سانتی متر مربع است جاش 10⁻4 بذارید، میکرو هم جاش 10⁻-12 بذاری چون میکرومتر مربعه. بعد ببینید این ور با اون ور برابره یا نه. ولی ما چون میخوایم پیشوندها رو تمرین کنیم از این یکم روش در واقع از اون روش استفاده میکنه. خب طبعا یکم بیشتر طول میکشه. خب بچه ها نگاه کنید از این ور میخوام برسم به اون ور، میگم 4 رقم اعشار میام این ور 3.9 در 10⁻⁻4. بچه ها یه منفی سم اینجا داره. خب سانتی هم که 10⁻-2 برش میدارم چون توان 2 داره میشه -4 متر مربع. خب من اینا رو محاسبه میکنم. -11 میشه 3.9 در 10⁻-11. بچه هم میخوام میکرو اضافه کنم، میگم میکرو میشه 10⁻-6 چون به توان 2 رسیده میشه -12، توان صفرش میشه -12 میکرومتر مربع. این بچه ها اینو محاسبه کنم میشه 3.9 یا همون 39 میکرومتر مربع. نگاه کنید بچه ها میشه 10⁻1 3.9 ضرب در 10 در واقع همون 39 میکرومتر مربع به دست. خب پس گزینه 1 درسته. بریم سر وقت گزینه 2. 1 2 3 4 5 6 7 بچه ها پس این میشه 1.2 در 10⁻7. خب جای نانو 10⁻-9 میذارم. فعلا باید خالی از در واقع پیشوند بشه. میلی 10⁻-3 به توان 3 که میشه 10⁻-9. خب این با هم ساده میشن، پس میشه 1.2 در 10⁻7. خب حالا بچه هم میخوام تبدیلش کنم به در واقع ترا ثانیه بر روی کیلومتر مکعب. خب ترا خودش 10⁻در واقع 12 است، توان صفرش میشه -12. این ترا. خب بچه ها کیلو خودش 10⁻3 هست، به توان 3 که میرسه میشه 10⁻9. گفتیم توان ها در هم زن، توان صفرش 10⁻-9، توان صفرش 10. خب این -9 رو با -12 که ساده کنم میشه -3 توی صورت که به دست میاد 1.2 در 10⁻-3 رو با 7 جمع کنم میشود 4 ترا ثانیه به روی کیلومتر مکعب. بریم سر وقت گزینه 3. ببین بچه ها گزینه 3 هم 1 2 3 4 5 6 7 یعنی 2.3 در 10⁻-7 میلی هم که بچه ها 10⁻-3 هست. حالا اینجا کاش یکم کوچیک‌تر می نوشتم اینا با هم درگیر نشن. 10⁻-7 میلی هم که 10⁻-3 هست. پایین چطور؟ میلی ثانیه به روی مگا بچه ها 10⁻6 به توان 3 که میرسه میشه 10⁻18 متر مکعب. خب این میاد تو صورت بچه ها، چون توانش مثبته باید بیاریش تو صورت، توانش منفی میشه این میشه
منفی 18 با منفی 7 میشه منفی 25 با منفی 3 میشه منفی 28 یعنی 2.3 در 10 به توان منفی 28. خب پیکو ثانیه بچه ها، خود پیکو 10 به توان منفی 12 است، معادل ترا دیگه که توان صفرش میشه مثبت 12 متر مکعب. بچه ها گیگا یا جیگا 10 به توان 9 به توان 3 که میشه 27، توان صفرش میشه 10 به توان منفی 27. خب این 10 به توان منفی 27 رو با 10 به توان منفی 28 ساده کنید میشه 10 به توان منفی 1 با مثبت 12 که جمع کنید میشه 2.3 در 10 به توان 11 پیکو ثانیه به روی گیگامتر مکعب. خب این هم درسته، پس طبعا گزینه 4 اشتباه. منتها بچه ما گزینه 4 رو کامل بررسی میکنیم براتون که یاد بگیرید. ببینید بچه ها، اولین میکرومتر مربع نانوگرم پیکو مجذور ثانیه است، یعنی پیشوندها میکرو نانو پیکو هست. متر مربع و گرم و در واقع تواندوی ثانیه یا مربع ثانیه اینا یکا هست. پس من باید اون پیشوندها رو بنویسم و تبدیل کنم به اینا. خب بریم ببینیم چجوری حل میشه. گزینه 4 جا باشه. نکنید 10 به توان منفی 7. خب میکرو متر مربع هست. میکرو 10 به توان منفی 6 چون به توان 2 رسیده متر مربع شده میشه منفی 10. نانو 10 به توان منفی 9 هست. این گرمش هم من میذارم اینجا. پیکو هم که بچه پیکو ثانیه توان 2. خب یعنی پیکو 10 به توان منفی 12 است. به توان 2 که میشه 10 به توان منفی 24 ثانیه توان 2. خب حالا اینو بچه خلاصه و ساده حساب کنم. اول سادهش کنم. بذارید اینجا من با مداد سادهش کنم، یه رنگی بسیار یواشی که بعد متوجه بشید. مثلا من این رو با اینکه ساده کنم میشه 10 به توان منفی 12. 10 به توان منفی 12 با 7 که سادهش کنم این 10 به توان منفی 12. همین رو بچه بازم با 10 به توان منفی 7 ساده کنم 3 تا اونجا میمونه 5 تاش. 5 و 9 هم منفی 5 و منفی 9 هم در واقع به دست میاد. این بیاد اینجا منفی 5 و منفی 9 هم به دست میاد منفی 4 میاد تو سر میشه مثبت 4. خب حالا من اینو اینجوری فعلا بنویسم که متوجه بشید. گرم مجذور ثانیه. خب حالا بچه ها میخوام تبدیلش کنم به سانتی متر مربع. پس 10 به توان 14. ببینید بچه ها سانتی خودش 10 به توان منفی 2 چون به توان 2 برسه میشه منفی 4. توان صفرش میشه مثبت 4. پس سانتی متر مربع ساخته شد. این دسی نیست تا دکا خودش 10 به توان 1 دکا یا همون 10. توان صفرش میشه 10 به توان منفی 1 دکا گرم. گیگا هم که بچه ها یا جیگا 10 به توان 9 توان صفرش میشه منفی 9 چون توان 2 داره میشه 10 به توان منفی 18 متر سانتی متر سانتی مربع ثانیه ببخشید. خب بچه ها این میشه منفی 19 میاد بالا با اون 18 جمع میشه 10 به توان. خب این بچه ها این به دست میاد گفتیم منفی 19 و 18 به دست میاد 10 به توان 37 سانتی متر مربع به روی دکا گرم در گیگا در مربع ثانیه. اینا رو آوردم بالا دیگه ها. اینا رو بچه ها این میشه منفی 19 جمعش میاد بالا میشه مثبت 19. خب بسیار بسیار سوال
طولانی بود. تازه من داشتم توضیح میدادم ولی بچه نمیزی، واقعا تو کنکور سنگین خواهد بود این سوال. خب بریم سر وقت تست 17. بازم گفته کدام گزینه نادرست است. بسیار من این تست رو میپسندم چون هم تبدیل یکا دارد، هم تبدیل در واقع سازگاری یکا دارد، هم تبدیل پیشوندها رو به هم داره. با توجه به اینکه دروس عمومی هم هست شده امکان داره که بچه‌ها یه کوچولو کنکورتون سخت‌تر بشه. البته همش فرضیات. خب یک گفته 10^8 کیلو. بچه‌ها کیلو 10^3 هست متر. من از این میخوام برسم به این دیگه چون راحت تره. از اون زیاده میرسم به کم. جای دقیقه هم بچه‌ها چی میذارم؟ 60 ثانیه میذارم. خب اینو بچه‌ها محاسبه کنید به همون عدد 180 متر بر ثانیه میرسه. پس این گزینه درستیه. بریم گزینه 2. بچه‌ها 360 میلی 10^-3 گرم تقسیم بر میکرو 10^-6 متر. این دقیقه توان 2. خب دقیقه بچه‌ها میشه 60 ثانیه به توان 2 میشه 3600 ثانیه به توان 2. خب این شده 1 پاسکال. بچه‌ها پاسکال قرار شد حفظ باشید. پاسکال یکای پاسکال میشه کیلوگرم متر در مجذور ثانیه در مربع ثانیه. تو سازگاری یکاها گفتم چجوری به دست میاد ولی خب طبعا باید حفظش باشید. یعنی بچه‌ها بذارید من اینجا اینو ساده کنم. ببینید اول که این رو با این بزنم این میشه 10^-1 یا همون 1/10. خب بعد اینم که با این بزنم این میشه 10^-3. یعنی بچه‌ها چی خواهم داشت؟ 1 گرم بر روی متر بر مجذور ثانیه. اینم که 10^-4. خب بچه‌ها باید تبدیل بشه به کیلو. نگاه کنید پیشوند کیلو رو اضافه کنم، توان صفرش رو هم میذارم. توان صفرش کیلو خودش 10^-3، توان صفرش -3 میشه. خب اینا رو ساده کنم میشه 10^-1. اینو با این ساده کنم این میشه 10^-1. خب طبعا 10^-1 میاد تو صورت این میشه 10 پاسکال. خب همین گزینه 2 در واقع اشتباه هست، میره کنار. حالا من گزینه دیگرم براتون بررسی میکنم چون هدف ما آموزشه. بریم گزینه 3. بچه‌ها گزینه 3 اول که ژول چی میشه یادتون میاد گفتیم که ژول معادل در واقع کیلوگرم متر مربع بر مجذور ثانیه است. یعنی باید یکای گرم سانتی متر مربع به روی دسی سانتی توان 2 دسی ثانیه به توان 2 تبدیل بشه به این عبارت. خب گزینه 3 که بچه‌ها میگم این 10^-4 که باشد. نگاه کنید این میخوام بشه کیلوگرم. من همینجا براتون تبدیلش میکنم. 1 کیلو اضافه کنم یه 10^-3 توان صفرش هم اضافه. این الان ساخته شد چون میخوام با سرعت بیشتری سوال حل کنم. بچه خب سانتی رو من دارم بر میدارم. سانتی 10^-2 به توان 2 که برسیم میشه 10^-4 متر مربع. دسی هم که بچه 10^-1 به توان 2 که میرسیم میشه 10^-2 توان 2. خب الان اون پیشوند مد نظر من ساخته شد. نگاه کنید کیلوگرم متر مربع بر مجذور ثانیه. حالا فقط من با اون توانا رو سر سامون. خب این -4 با مثبت 4 که هیچی. اینم که میاد دقیقاً بچه همون 10^-3 هم با 10^-1 میره که میشه 10^--1 ژول دیگه. اون معادل ژول دیگه.
همش معادل جوله که پس گزینه 3 هم درسته. بریم سر وقت گزینه 4. خب نیوتن هم بچه‌ها بهتون آموزش دادیم. نیوتن هم یکاش در واقع F میشد MA، یعنی کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه. یکای نیوتن این یکا هست. خب بریم ادامه بدیم. چی میشه؟ سوال 4. 1 گیگا 10 به توان 9 هست. بچه همینجا میخوام تبدیلش کنم به کیلوگرم. یعنی یه 10 به توان منفی 3 توان صفرش رو ساختم که دیگه. میکرو هم که 10 به توان منفی 6 هست. متر بر روی بچه مگا 10 به توان 6 به توان 2 که میرسه میشه 10 به توان 12، یعنی مگا رو ور میدارم جاش عددشون. خب حالا اگه بخوایم اینو محاسبه کنیم، این 10 به توان 12 خب این که بچه ها این با هم ساده میشه، میاد بالا میشه 10 به توان منفی 12. 10 به توان منفی 12 منفی 12. تو گفتیم کیلوگرم متر بر ثانیه، یعنی اینا این همون نیوتونه. 10 به توان منفی 12 نیوتن. خب بچه اینو باید تبدیل کنم به پیکو نیوتن. میگم پس یه پیکو اضافه میکنم. توان صفرش بچه پیکو خودش 10 به توان منفی 12 است. توان صفرش هم میشه مثبت 12. خب اینا که جمع کنه همون یک پیکو نیوتن میشه. هرچند بچه یه روش دیگه هم اینه که شما به این رسیدید نیوتن، خب شما میتونی اینو برداری، این همون پیکوه. اینجا من یه یایی بنویسم، پیکو نیوتن 10 به توان منفی 12. همیشه ما میمدیم نماد رو برمی داشتیم، عدد رو میذاشتیم اینجا، برعکس انجام دادیم و شدنی هم هست دیگه. خب بچه ها بریم سر وقت تست 18. بچه خب نکنیم بچه ها، من این سال 18 رو اوکی، یعنی خیلی تستی حل میکنم. خب فقط باید حواستون باشه مثلا گزینه این ور ببینم با این ور برابر، دیگه نمیام تبدیل بزنم، چون فرضاً بر اینه که دیگه شما آموزش و یاد گرفتید. خب ببینید سال 1 یعنی گزینه گفته کدوم یک صحیحه. 1 میشه 1. خب میکرو 10 به توان منفی 6. حالا من برای اینکه تبدیل بشه یه منفی 3 کیلوگرمی میذارم اینجا. میلی هم که 10 به توان منفی 3 هست. به روی نانو 10 به توان منفی 9 به توان 2 که میشه منفی 18 مجذور ثانیه. این درسته یا اشتباهه؟ بریم ببینیم درسته یا اشتباهه. این میشه منفی 3 با منفی 3 میشه منفی 6، میشه منفی 12. با اینکه ساده بشه این میشه 10 به توان منفی میشه 10 به توان منفی 6 میاد تو صورت، میشه 10 به توان مثبت 6 و همین گزینه جواب در واقع صحیح نیست، جواب غلطه. من فکر کنم گفته کدام بود نادرسته. میشه کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه که گفتیم این همون معادل نیوتن هست. یا بچه نگاه کنید گزینه 2 رو که بخوایم بررسی کنیم، میلی 10 به توان منفی 3 است. به توان 3 که میرسه خب میشه 10 به توان منفی 9، یعنی میشه 100 در 10 به توان منفی 9 یعنی متر مکعب. نانو هم که 10 به توان منفی 9. خب ثانیه. خب اینو که ساده کنیم میشه 100. پس این هم غلطه، یکم غلطه. بریم سر وقت گزینه 3. خب اینو میکرو تبدیل کرده به میکروگرم. من میگم اینجاها اینا رو من فقط تبدیل اینا رو مینویسم ببینم با هم یکی میشه یا نه.
خب این سی کیلو 10 به توان 3 است. گرمش هم که گرمه بچه ها. نانوش هم 10 به توان -9 به توان 2 که میرسه میشه 18 متر مربع. به روی میکرو 10 به توان -6 به توان 3 که میرسه میشه -18 در واقع مکعب ثانیه. خب حالا این ورم بچه های میکروه میشه 10 به توان -6 که با این جمع بشه میشه 10 به توان -4. یعنی این بچه ها باید بشه 3 در 10 به توان -4. اگه شد صحیحه، نشد در واقع غلطه. خب اینو من ساده میکنم. این صفر اینم میندازم روی این میشه 3 در 10 به توان 4 گرم متر مربع بر مکعب ثانیه. یعنی گزینه 3 جواب مسئله. 4 هم بچه ها میسپاریم به خودتون. البته کاری نداره دیگه. اینجا جای کیلو 10 به توان 3 به توان 2 میشه 6. اینم که 10 به توان -12 است، به توان 2 میرسه میشه 24. حالا میکرو هم 10 به توان -6. مثلا همینجا بچه خیلی راحت میتونیم محاسبش کنیم. این باید آیا جواب این میشه 1 یا نه، که طبعا نباید بشه چون صحیح نیست. این -6 رو با این که بزنیم میشه 10 به توان 18. این رو هم با این بزنیم میشه 10 به توان 12. این هم که بزنیم میشه 10 به توان 3. پس این هم غلط.